پس از ظهر امروز شاعر خلقی تاجیکستان و مؤلف سرود ملی استاد گلنظر کلدی بعد از 6 روز مبتلا شدن به بیماری کرونا ویروس در بیمارخانه استقلال جان خود را از دست دادند. حالا جسد استاد را به نزد بینای استقامتیشان آوردند و اهل عائله، شاگردان، دوستان، رفیقان و همکسبان و همپیشگان با اون کس ویدا نمودند. جسد استاد در آرامگاه لوچاب به خاک سپریده شد. می‌دونید برای من این تماما غیر چشم‌داشت، غیر ناگهان وفات گلنظر، استاد گلنظر، انسانی که همیشه زنده دل، همیشه سربلند، همیشه روحاً قوی، جسماناً قوی. من تصور حالم باور ندارم، تصور کردن نمی‌توانم که استاد گلنظر وفات کردند از دست این بیماری بی‌هنگام و شگفت‌انگیزی که چون بلای آسمانی بر سر مردم ما آمده است. من چی گویم، مثل این است که یک چشمه خشکی، یک رود زلال خاک شد. می‌دانید یک آفتاب نیست شد، پنهان شد پشت ابرهای سیاه. یعنی وفات استاد گلنظر مثل همین است. من در حالت نیستم که همه شگفتی های دلم و وجودم اظهار کرده توانم، لیکن این تلفات نهایت بزرگ است برای ادبیات ما. امروز یکی از پیشگامترین، تواناترین شاعران ما را تبریک گفت. استاد گلنظر ویژگی ایجادیشان در این بود که در سن 75 امسال باید می در آمدن، تمام عمر همیشه خسته ناپذیرانه در پی جستجو بودند، نوآور بودند تا آخرین عمر، تا آخرین مصرع‌هایی که ایجاد کردند. کوشش نوآوری، کوشش تازه‌گویی، همین کوشش‌های کردند که این از همه چیزی ظهورات بزرگترین است برای شعر، ادبیات، برای یک ادیب. انا خیلی ادیب از ما رفت، ادیبی که حالی میتوانست با هر نفسش یک شعر نو گوید، میتوانست با هر روز حیاتش یک پدیده تازه ارمغان آورد به مردم و ملت ما. پروانه سوخت، شام فرو مرد و شب گذشت. افسوس من که قصه دل ناتمام ماند. دریغ استاد گلنظر، دریغ همه ما، دریغ ادبیات ما که این تلفات بزرگ روبرو شد. گلنظر کلدی برای ادبیات، برای ملت، برای فرهنگ تاجیکستان این فاجعه گوش ناشنیده است. شخصا برای من که استاد را از زمان سالهای کار در روزنامه کمسمان تاجیکستان می شناختم، دوست و رفیق بودیم، برای من بسیار دشوار است که درباره استاد چند حرف گویم. هیچ باورم نمی آید. من دیروز پگاهی با استاد تلفنی صحبت داشتیم، از احوالش پرسیدم. استاد بسیار با آواز زیبا با من حرف زد که خاطر نشوید، من کمتر توابت گرفته ایستادم و من گفتم که تیزتر اونجا را ترک کنید، ما شما را در اتفاق انتظار هستیم، صحبت شما را و شما هستیم. بسیار هیچ باوری کس نمیاد که بعد این که صحبتی گرم و صمیمی این روز این لحظه ها استاد در بر ما نیست. از خدای متعال تمنا این است که جای استاد را در جنت المأوا عطا بنماید، منزل آخرتش را پر نور بگرداند و گذشتن پل صراط را برای ایشان آسان گرداند. تمام اهل هنر، تمام مردم تاجیکستان امروز غم دارد، ماتم دارد، چون که شاعر کبیر و شاعر بزرگ خودشان را و مؤلف متن سرود ملی خود را از دست دادند. استاد گلنظر در ادبیات ما نقش ماندگار گذاشتند. شاعری هستند که هم در
ادبیات خب جدی کلانسالان هم در ادبیات کودکان، هم در نثر، هم در دراما، هم در اپرا، هم در بالت و در تمام جنس های ادبی اون کس قوه آزمودند و در کجایی که قوه آزمودند البته اثر موفق نوشتند. شاعر هم پرکار بودند و هم خوشکار بودند، یعنی که یگان وقت خلطور ننوشتند، یگان وقت یگان چیز بد ننوشتند، چیزی که می نوشتند از صمیم دل، چون که خودشون شخص صمیمی بودند، انسان صمیمی بودند، آدمی بودند که حقیقتا شاعر مردمی بودند، با خلق بودند همیشه و برایش فرق نداشت که اینش منصبدار است، اینش بی منصب است، اینش کودک است، یعنی که با همه یک خیل بودند. ما خیلی افسوس میخوریم که این شاعری بزرگ را، این شخصیت ملی را از دست دادیم. امروز ماتم ملی است، زیرا سرود ملی تاجیکستان را نفری که نوشته است از دنیا درگذشت. روح پاک استاد گلنظر کلدی شاد، خانه آخرتشان آباد باد.